سلام به کل فارس زبانان روی دنیا. این جایهای ناتکراری که شما میبینید زادگاه من است، دهه سنگتوده. این کمرهایی که شما میبینید در بعضی جایها غار مینامند، این را دره تشکمر میگویند. سالهایی که ما خرد بودیم یک راه باریک به بالای انا همین غارها بود. انا بینید و مثل پل صراط باریک است. انا این سنگتوبی که شما میبینید در روی دنیا از همه کلانترین سنگتوب در همین دهه سنگتوده است. مرحمت بینید. و برای سیاحانی که دنیا را میخواهند بگردند، جایهای تاریخی ببینند، و من میگویم که دهه من جایهای دیدنی با و جایهای تاریخی و برای سیاحان به نهایت مفید است. مرحمت بیایند تماشا کنند. مردم دهه سنگتوده بسیار مردم مهمان نواز و دسترخواندار هستند. مرحمت بیایید و ببینید، پشیمان نمیشوید. بیایید. برادران، در بالای یولای تشکمر هستیم. نه یولای تشکمر زنده باشید. خی محرمت به دهه ما بیایید. من باوری دارم به همه شما این دهه من پسند می آید. خدا نگهبانتان. با شما بودم دوست مراد شریفو.